بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بیگمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید هشدار ده و بترسان. قال یا قوم إني لكم نذير مبين. نوح گفت ای قوم من برای شما بیم دهنده ای آشکار هستم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. که الله را بپرستید و از او پروا نمایید و مطیع دستورهای من باشید. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. پس اگر چنین کردید الله گناهان شما را می آمرزد و شما را تا زمان معینی مهلت می دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیر نخواهد داشت اگر می دانستید. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. و نوح پس از نصیحت و دعوت گفت پروردگارا به راستی که من قوم خود را شب و روز به ایمان دعوت کردم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ولی دعوت من جز بر گریزشان از حق نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من هرچه دعوتشان کردم تا سرانجام آنان را بیامرزی انگشتان خود را در گوشهایشان فرو کردند و لباسهایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردنکشی و تکبر نمودند. ثم إني دعوتهم جهارا. آنگاه آنها را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. آنگاه به آشکار برایشان گفتم و در نهان برای هر کدام از آنان بیان کردم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. پس گفتم از پروردگار خیش آمرزش بخواهید که بیگمان او بسیار آمرزنده است. يرسل السماء عليكم مدرارا. تا از آسمان باران پیاپی بر شما بفرستد. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. و شما را با اموال و فرزندان بسیار یاری کند، به شما باغهای سرسبز بدهد و برایتان جویبارهای جاری قرار دهد. ما لكم لا ترجون لله وقارا. شما را چه شده است که برای الله عظمت و شکوه قائل نیستید؟ وقد خلقكم اطوارا. در حالی که شما را طی مراحل گوناگون آفرید. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. آیا نمی بینید چگونه الله 7 آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی قرار داد و خورشید را چراغ فروزانی گردانید. والله انبتكم من الارض نباتا. و الله شما را همچون گیاهی از زمین رویانید. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. سپس شما را به آن زمین باز می‌گرداند و بار دیگر شما را بیرون می‌آورد.
والله جعل لكم الأرض بساطا و الله زمین را برای شما گسترده ساخت لتسلكوا منها سبلا فجاجا تا از راه‌های پهناور آن به سوی مقصد خود رفت و آمد کنید. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح گفت پروردگارا، آنها از من نافرمانی نمودند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش چیزی جز زیانکاری بر او نیفزوده است. ومكروا مكرا كبارا. و آن پیشوایان گمراه نیرنگ بزرگی به کار بردند. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. و گفتند معبودان خود را رها نکنید و به خصوص ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر را رها نکنید. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. به راستی آنها بسیاری را گمراه کردند و تو ای پروردگار ستمکاران را جز گمراهی میفزای. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. سرانجام آنان به کیفر گناهانشان همگی غرق شدند، پس در آتش دوزخ در آورده شدند و در برابر عذاب الهی یاور و مددکاری برای خود نیافتند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا. نوح گفت پروردگارا، هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. چرا که اگر آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و کافر به وجود نمی آورند. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و هر آن کس را که با ایمان وارد خانه من شود و تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز و ستمکاران را جز هلاکت و نابودی میفزای.